برخیزی ملت همه با دیده برو و دامنت بگیرم بگویم که آبی و دامنت بگیرم بگویم که آبی شیئا قتلتنی و جلنی فی تراب طالت سنو
یا محمد سر ما فدایت چون تو شاهی و عالم گدایت چون تو شاهی و عالم گدایت یا شخان یارز زیبای مصطفی دل دادگان قامت بالای مصطفی داری توش و گوش که دارم حکایت از خرقه شریف محمد روایت نام ستوده شیل اولاک میبرم در عالم نیاز بر افلاک میبرم آن سیدی که عالم آدم تو فیل باز حق میکند برود جزاور چه میل باز محبوب بینشان خداوند بینشان معشوق بینظیر شهنشاه لامکان سردار کائنات سراسروری اومد سرچشمه یاد دل دلبری اومد یا محمد یا محمد سر فدایت چون تو شاهی و عالم گدایت چون تو شاهی و عالم گدایت روزی برای نور دو چشمان خیش گفت از لعل آبدار داره آرزو بساب که دختری حبیبم و نور دو دیدم میرا شدم بید دل دام دیدم امشب به آرزوی دل الفت آشنا باشد به خاطرم هوس صحبت شما یک لحظه صحبت که بود خالی از ریا مخصوص من رضای خدا بنده که بیا بیتر بود ز طاعت چندین هزار سال در بارگاه خالق به مثل و به ملال خیر النسا چو از پدر میروگان خویش بشنید این سخن به دل رازدان خویش گفتم بیاد و دیدن من فرش پای تو خواهم رضای خاطر تو از خدای تو صد نکته لطیف در اینجا میفته است اکبر زبان حافظ شیراز گفته است سر است در حقوق محبت سرای ما او شاق از تو دیده کشد ابتلای ما یا محمد یا محمد سر ما فدایت چون تو شاهی و عالم گدایت چون تو شاهی و عالم گدایت بی پروریم دشمن و ما میکشیم دوست کس را مجال نیست بچون و چرای ما رازیست بین عاشق و معشوق در عیاد زان رازا یکیست حروف مقدرات قایم که آرزوی پدر را بشنید دل در میان سینه آیینه‌اش تپید رخساری ارغوانی و زرد و زار شاید آگیز دل کشیدد و چشمش گوار شد باران یشک شسته روان شد ز دیدش زایر نشان فقر ز رنگی پریدش رنجور و زار دیده ای تر بود انتظار قامت بخانه صاحب سمسار و ذوالفقار یا محمد یا محمد سری ما فدایت چون تو شاهی و عالم گدایت چون تو شاهی و عالم گدایت چون دیتال نور دو
دو چشمان مصطفی گفتا سرم فدای تو بادا چنین چرا زار و وزین و آل پریشان نشستهی دروازه خوشی و رخی خیج بستهی حاصل بخاطری تو چرا نور دیدم بردی توان تا به دل غم کشیدم سر رو بیشت و باغ تمنای مصطفی فرمود در حضور علی شای اولیا کرده اثر زو پدر مهربان من که میشب زرای می شود میمان من اما بخانه نیز غذا تا برایشان سازم تهیه ای سر جانم فدایشان ازم سر عزیزه خود شای اولیا بشنید نکته که نداره ماغذا یا محمد یا محمد سلیم فدایت چون تو شایی و عالم گدایت چون تو شایی و عالم گدایت شیر خدا وسیع نبی گفت این چنین کی گوهری شریفم کن خاطرت حزین در خانه هرچی است به بازار میبرم پولش غذا به سید مختار آورم دختر نبی برای علی گفت نزد نبت مغای خرقه سردار انبیا او را ببر به جانب بازار زود تر بفروش و قیمتش دو سنان جوید بخر از خانه بود خرقه معصوم مرتضا برای فروش بر سر بازار بی صدا اشتر سوار بر سر رای علی رسید نقد بداد و خرقه پرنور خرید آره کسی که خرقه بیرنگ را خرید از باغ آرزو گل عشقش انچرید از باغ آرزو گل امید و عشق چید در صورت آدمی و بنانی فرشته بود خواهد شد از نگاهی علی همچو برق زود پول یرام پول ورانی ولی چیزکی خرید چانم به سوی صدر فقیران آورید بعد از نماز شام شهرشاه بی سرید تشریف آورید سوی خانه امید یا محمد سلام فدایت چون تو شایی و عالم گدایت چون تو شایی و عالم گدایت چشم علی و فاطمه از روی مصطفی روشن شد از شمایل نیکوی مصطفی القصه وقت صرف غذا سید البشر پرسید از علی ولی کی دل و جگر ای باب علم قیمتی نام را با من بگوی راست که کردید از کجا مایی بر معرفتم صاحب کمال گفتا که ای حبیب خدا گفتا که ای حبیب خداوند متعال علم لدن خدا و جناب تو داده است در سینه اعتراض دو عالم نفته است پوشیدن سر حقیقت دیدن جانم فدای پرسش خلق یمینم چون بیرو مینوانی تو زر پروری مدام و افتام با
شوق تو ورداری آینه خدای ما است روی تو کوام چشم که باز نمایم با سوی تو چون ناظر جمال تو هردم خدا بود ما را دو چشم عرض نگه پشت پا بود یا محمد یا محمد سر ما فدایت چون تو شاری عالم گدایت تو شاری عالم گدایت خرقه شما که تو عالم بهای بود به سایگی سر به قدت را صفای بود بردیم دربای طعام پروختیم از ارزش یقیقی و چشم دوختیم در عالم شهود شنیدیم سخن نبی فرمود با ادا و تبسم که یا علی کوشید تا به دست بیارید خرقم باری دیگر به کس نفروشید خرقم از خدا عطا بکرد نبی قیمت ورا از خانه و زخیش بیرون گشت مرتضا در گوشه این نشست تو مراقب بچار سو یعنی که از دریچه دل دی چار سو پیدا نکرد خرقه معصوم مرتضا آمد بجوز جان توانای مرتضا سی مرغ آشیان وفا مرتضا علی اون قایب نشان خدا مرتضا علی با وجدوان پرده ناسود را داری مانند برق جان بلابود سرکشید یا محمد یا محمد سلام هدایت چون تو شایی و عالم گدایت چون تو شایی و عالم گدایت یا محمد سلام هدایت چون تو شایی و عالم گدایت بیخیش در سمای اول مرتضا رسید در آن مقام خرقه بیرنگ را ندید زنجا به آسمان دوم رفت مرغیق مقصود را نیافت چو در سومین تقب دل در منش بخاطر دلدار می تپید خود را به آسمان چهارم کشید جمع ملک بدید در آن منزل سرود در پیش بردگاه یکی صندوق زندون بگشود و چشم روشن ماشی جور را بگشود و چشم معنی شد بگشود و چشم روشن معنی جور را پیدا نکرد کام دل ناسرور پیدا نکرد کام دل ناسرور را کام خرقه مبارک آنجام است اطراف او به پای محمد ستادند اطراف او به پای محمد ستادند در خواب شهباز ولایت سنوریان آن خرقه مبارکه میریم سجا کردن دورت جای علی را فرشتگان آمد به جوش غیرت دریای بیکران آمد به جوش غیرت دریای بیکران زد چنگ و خرقه را میان ملک کشید از عیبت علی ولی نو فلک تپید آنگه خطاب شد ز خدا بند لامکان ای حالم ملک بگذارید و شیر ما ورنه نواقع نو فلک از خشم می‌درد
مظلوم خویش را به زمین باز میبرد تا این که خرقه را به زمین شای اولیا آمد در حضور حبیب خدای ما آمد در حضور حبیب خدای ما یا محمد یا محمد سر ما فدایت چون تو شایی و عالم گدایت چون تو شایی گلگون شگفتار زرنگین مصطفی آنگه زبان کشود به تحسین مرتضا بر همت بلند علی آفرین نمود بعدش به عزم محکم و مردانگی ستود این قصه از زبانی عزیزان شنیدم مانند در برشته نظمش کشیدم هر کس که دوست داری حبیب خدا بود این قصه بر شکست دلش مومیا بود مرهم گذار سینه افغان باسین داروی خاطر دل بیمار ماستین خوش باقی داری دل میراشنای تو خوش خودت خاطر ما را نوای تو تبعت روان خاطر تو بی ملال بار قال تو علامت آلت تلال بار مرغی دلی که در قبض سینه توست آنتی که در پس آینه تو است گویان تسنم محبت رازدانم دایم دلم بسینه پر از سوز و سوگوارم خدایا در انگور بی‌بودم زستم و خطای محمد در گذرم سبر سوال آیدم چون نکید تو قادر بکن بر جواب ای قدیر چو از من بپرسم خدای تو کیست بگویم خدایا به غیر از تو کیست چو پرسند احوال پیغمبران به نام محمد کشایم زبان یارم چو حرفی بپرسند از کتاب خدا چه قرآن کنم سوره ابتدا خدا بندار رسانیم محمد در مدینه که بینیم روزه دل آمین ببینیم گنبد پرنوری احمد کنیم جان را فدای یار آمین